سرخط مهمترین خبرها: تاجیکستان یک سند مهم درباره معیوبان را قبول می‌کند. قطع کمک‌های آمریکا جامعه شهروندی تاجیکستان را نگران کرده است و پرسش از مردم چند ساعت برق می‌گیرد. درود بینندگان عزیز، تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می‌کنیم. امروز 28 ژانویه سال 2025 است. مقامات در تاجیکستان میگویند که بعد از حادثه کراکرز در نزدیکی مسکو، موردهای نقض حقوق شهروندان کشور در قلمرو روسیه بیشتر شده است. امید بابازاده، وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمن، روز 27 ژانویه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت در رابطه با افزایش موردهای پایمال نمودن حقوق شهروندان با همتای روسش مراجعت کرد و یک ماه پیش پاسخ گرفت. او افزود از دیده و دانسته مورد شکنجه قرار گرفتن گمانبران کراکرز واکنش کردند و این حالت را همتای روسش هم اعتراف کرده است. با گفته بابازاده، او به واسطه از حال تاجیکانی که در حادثه کراکرز گمان برند خبر نگرفته است، چون هنگام سفرش به روسیه چنین امکان فراهم نشد. بعد حمله به کراکرز در روز 22 مارس سال 2024 تفتیش و اخراج مهاجران بیشتر شد. مقامات قدرتی روسیه زیاده از 20 کس، اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند. 4 شهروند تاجیکستان عامل اساسی اعلان شدند. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس می‌کنند، اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد. تاجیکستان اول سال 2025 کنونسی عاید به حقوق معیوبان را تصویب می‌کند. در این باره نمایندگان وکالتدار عاید به حقوق انسان 27 ژانویه ضمن نشست خبر اظهارات دادند. با گفته سیدعلی باباخانزاده، یک نماینده وکالتدار، نقشه ملی برای قبول کنونسی عاید به حقوق معیوبان تهیه شده قرار است اول امسال تصویب شود، اما باباخانزاده یگان سنه مشخص را ذکر نکرد. کنونسی عاید به حقوق معیوبان هنوز سال 2018 از سوی رئیس جمهور امامعلی رحمان امضا شده، ولی تاجیکستان تا حال آن را پورا تصویب نکرده است. تاجیکستان یک از 6 کشور در جهان می باشد که کنونسی درباره حقوق معیوبان را پورا قبول و اجرا نکرده است. سند مذکور همه مسائل مربوط به حقوق معیوبان را در بر میگیرد و دکمبر سال 2006 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل قبول شد. حجت سال 2008 به قوه اجرا درآمده است. بعد تصویب کنونسی عاید به حقوق معیوبان، کشورها موظف می شوند برای اشخاص امکانیت جسمانیشان محدود شرایط خوب فراهم کنند. موقتا قطع شدن کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا به کار چندین سازمان‌های جامعه شهروندی در تاجیکستان تأثیر منفی رسانده است. نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند روز 27 ژانویه تمام لایحه‌های آنها که از سوی سفارت آمریکا یا تشکیلات اینترنیوس مبلغ گذاری می‌شدند پررقت شده است. نمایندگان چند تشکیلات جمعیتی به رادیوی آزادی گفتند از سفارت آمریکا در دوشنبه به آنها خبر دادند که تمام گرانت یا مبلغ‌های بی‌بازگشتی که از سوی سفارت برای جامعه شهروندی داده می‌شد قطع شده است. ایالات متحده آمریکا یک از کمک رسان‌های اساسی تاجیکستان بود و به جز جامعه شهروندی اینچنین بنیادهای قدرتی به خصوص مرزبانان یاری می‌رساند. طبق اطلاع رسمی آمریکا دوام 33 سال بعد تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار یاری داده است. کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا با سرکار آمدن دولت دونالد ترامپ حداقل برای 3 ماه بازداشته شدند. خبرگزاری رایترز نوشت که مارکو روبیو، کاتب نوی دولتی آمریکا، با صدور یک قرار به جز یاری به اسرائیل و مصر، ارسال دیگر کمک‌های خارجی را تا 90 روز قطع کرده است. سال 2024 مبلغ جریمه‌ها در تاجیکستان از پیش‌بینی مقامات 1 برابر بیشتر جمع شده است. طبق یک سند وزارت مالیه که به دست رادیوی آزادی رسید، سال گذشته از حساب جریمه و مجازات‌ها به بودجه کشور قریب 430 میلیون سومانی یا نزدیک 40 میلیون دلار وارد شده است. این در حالی است که سهم جریمه‌ها در بودجه سال 2024 همگی 215 میلیون سومانی یا حدود 20 میلیون دلار پیش بینی شده بود. مقامات هنوز نگفتند که سبب 1 برابر زیاد شدن مبلغ جریمه‌ها چیست، ولی ساکنان به خصوص رانندگان از جریمه‌های زیاد و هنگفت شکایت داشتند. بینندگان عزیز، آیا سال گذشته شما بار هم جریمه شده؟ وزارت انرژتیک تاجیکستان میگوید که سال 2024 در کشور 22.4 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که نسبت به یک سال پیش 2.6% زیاده است. با وجود توصیف مقامات از زیاد شدن تولید برق در کشور، بیش از 70% اهالی کشور از ماه سپتامبر با محدودیت برق میگیرند. ما از ساکنان ناحیه رودکی در کنار دوشنبه پرسیدیم که شبانه روز چند ساعت برق میگیرند و کمبود برق آنها را با چه مشکلی ها روبرو کرده است. پاسخ مردم را با هم ببینیم.
ساعت یک میکشن برای استروکه باشه برای چی باشه که نمیدونم. مثلا چند ساعت قطع مینه چند ساعت؟ یک وقت ساعت 8 تا ساعت 6 بیگونی است، یک وقت تا ساعت 8 شب است، یک وقت مقصد 2 ساعت میکشن یا ساعت میکشن میتین. لیکن همه وقت نیست که همه وقت در میگیرم سولو با مقصد همه وقت نمیکشن که مسوی ایتاج اگر هم ایرا بکشن مردم در ایتاج چه زندگی میکنن. دورم 4 روزه اینا یک هفته نکشتن سوته. این خمیتی هم باید خمیتی هم میکشن نمیدونم چی با. ما هم نمیدونیم میگن همین دوموی نوا ما هم نمیدونم چی گفتن نمیدونم. همین دوموی نوا میگه که سوخته استیان قوت سویتون میرسه برای همون. وقت برق نیست زندگی چه خیلی است؟ شرایط باز بینه ولی همه ده یا مدنی همه ده. خدم وقت برق وای میشه قطع میشه. میکشن بخدا 4 ساعت 5 ساعتی میکشن با گیرم میگم همین شما یخ کردم سوید نبود بخدا خونه سکسی در زندگی میکنم یخ کردم باور که بچه جون خونه خوردم گودکام نبیرم خونه خورد دخترم گریه کرد که گودکی معده نباشه گریه کرد خونه خورده گفتن خیلی گوارش کردیم دیگه یک 4 روز 5 روز میشه همه جا خواه برش نغزه سوزه همین بگه همین شب تو سهره با شما کدام نوحه میشید؟ ما نوحه لخش میشیم لخش جرگتول در جرگتول چه خیلی است مثلا؟ جرگتول هم نغزه سوزه چند ساعت برق میتید؟ 4 ساعت بگه میتید با روزای شنبه یک شنبه شب تو روز تو سهره میتید همین رو هستن همین وقت برق نیست در زمستان زندگی چه خیلی میگذره دیگه مشکلی است؟ سوزه نغزه ما میندور همین جناب همه کارو کردوره که حوضی رفته ساعت ما روزی ساعت 5 گیرون میکنه 8 میکشه. وقتی برق نیست زندگی چه خیلی خودت میدونی زندگی چه خیلی بچه. همیشه نیست. شرایط نباشه چه خیلی زندگی میکنی. همین سوید نباشه چه خیلی زندگی میکنی. نه که خدا را شکر هم خیلی که همین چی هستی؟ پیشکست علاوه میکنی خیلی زندگی رو پیش میبری. و اینجا تقسیم شده 3 جدا. سنتر گفتن جوبا این سودا دیگر میتن جایی که ما زندگی میکنیم کمونیسم وابشه دیگر این نمیدونم سببش چیه سالانه پولی برخه جمع میکنن برای اویلای قشلاقی دهودا مخدوم مهاجر اومدگی ای گویم ای گرمانی اومدگی ای پولشا اومده و سوئد نداره 5-6 هزار سوم مبلغ بعد سوئد میگیریم هزوم میگیریم این خانوی چپا کدگی من خودم خرید کردگی اینجا هزوم میگیریم چیزا گرفتنی برق آبم نداریم آب هم ممکن چوچی کنن در وضعیت پس زندگی کردیم همین وقت برق نیست زندگی چه خیلی مشکل میشه زندگی نه گودکو اکثریتش بنلیسه در گورده در تگو چشم خمیدگی من نمیدونم این چی گپ خودش اساسی گودکو با خیلی ما یا چیکار میکنیم ساعت 3 شام گودک در گواره خوبه من خودم این وضعیت همین ندیده استم ما چی در دهات زندگی میکرده که خط چی برق در کارای خاک چه کنیم و جمع خیلی کار چی داره کمچین درخواستون خواهشتون چی است از اداره برق خاک تیزتر همین چیزا رو سوز شود ایشون رو سوز میشد نصیب ناز میشد خواهش همین که خیلی عیزی میشه وقت 3 شب خلق از اون نکشن آخی اما مثلا بیمار دارن چه اینوالید دارن من 3 شب همین خدار بینندگان عزیز در جای زیست شما چند ساعت برق میدهند لطفاً در زیر برنامه با ما نویسید. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه را برای نیم سال دیگر تمدید کردند. در این باره ریکارد یوزوک خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گزارش داده است مهلت تحریم علیه مسکو 31 ینور به انجام می‌رسید. خبر داده شده است که مجارستان بعد دراز شدن مهلت تحریم‌ها ناراضگی خود را پس گرفت. انتظار می‌رود که برای قانع کردن مجارستان اتحادیه اروپا درباره امنیت انرژتیکی این سازمان اظهارات قبول کند. در متن اظهارات آمده است که اتحادیه اروپا از اوکراین
کفالت می‌خواهد که کیف راه انتقال نفت روسیه را به اروپا نمی‌بندد. تصمیم اوکراین برای قطع انتقال گاز روسی از قلمروش پیشتر اعتراض مجارستان و اسلواکی را به میان آورده بود. اتحاد اروپا بعد حمله بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کرد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 ژانویه را فرا می‌گیرد. 28 январи соли 2021 додгоҳи ноҳияи рӯдакӣ Маҳмурод Одинаеви 59 сола муовини раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон ва як фаъоли шабакаҳои иҷтимоиро ба 14 соли зиндон маҳкум кард. Одинаевро ба авбошӣ ва даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии Тоҷикистон гунаҳгор шинохт, аммо Одинаев ҳукмро напазируфт. Ба гуфтаи пайвандонаш Одинаевро баъди дархости гирдиҳамоӣ дар маркази Душанбе ба ҷавобгарӣ кашиданд. ӯ раиси ҳизб гуфт ҳукмаш баёнгари набуди адолати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон аст. январи соли 2016 дар Чин як шаҳрванди Тоҷикистонро бо иттиҳоми қочоқи маводи мухаддир қатл карданд. Ҳама талошҳои наздикони Ҳасан Юсуфови 51 солаву намояндагони дипломатии Тоҷикистон дар Чин бенатиҷа буд ва мутобиқ ба қонунҳои ҷумҳурии мардумӣ сангинтарин ҷазо барои қочоқи маводи мухаддир нисбати шаҳрванди хориҷӣ ба иҷро даромад. маълум нест ки оё ҷиноят воқеан ҳам ҷой дошт ё на, вале худи Юсуфов пеш аз марг аз хешонаш узр пурсидааст. ин яке аз аввалин ҳодисаҳои ба марг маҳкум шудани шаҳрванди Тоҷикистон дар Чин буд ки ба матбуот роҳ ёфт. 28 январи соли 1930 овозхони эронӣ табор Лайло Шарифӣ таваллуд шудааст, ки дар рушди мусиқии замонавии тоҷик дар ҳайати ансамбли Гулшан нақши муҳим бозидааст. Ин духтари собиқ коммунистои Эрон шӯҳрати ҳунармандиро дар Иттиҳоди шӯравӣ ва саҳнаи тоҷик ба даст овард, вале дар солҳои зиндагиаш иқрор шуд, ки беҳтар буд дар ватан мемонд. баъди тарки Тоҷикистон дар Берлин муқимӣ шуда хотираҳояшро нашр кард. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 111 سامانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1086 سامانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.